جان باشد بهش بیادم میرسی آچه دلوم صد پاره گردد خماری خانت گیرم بره هواره گردم رسم بر نزدیکی خانت میخوامایی به پیشوازم نمیخواهم در آنجا که تونستی در آن خانه به خوابم میبینم چرا شکایت میکنم داییم کجا رفتی زی نزدی ما نمیایی دیگه چه تو بودی در کشای من تو بودی غم براری من زی روی بالینی بمار زی درد جگری سوخته بسند آرزو حواسات تو بردی زری خاگاچه تکی از این دنیا راحت ندیدی منم بیزار از این دنیا عزیزان قدری آچتون بدانه که مثل من از آچتون نمانه عزیزان قدری پدرتان بدانه که مثل من از پدرتان نمانه در بدنگر می خودت پروردم بودی آچه جان آچه جان از جیگری نرمی خودت مکاندم بودی آچه جان آچه جان استخوان شکستی و تو زایاندم بودی آچه جان آچه جان در لولکی کودکی پیچاندم بودی آچه جان آچه جان در گهواره نازکت خواباندم بودی آچه جان آچه جان اللهی به ناز گفته و خواباندم بودی آچه جان آچه جان ای کاش که نمیشدم ای آچم جدا یک دولت یاد شد و ریبر شهگرا آچد میگم ای بندی دلم میلرزه آچه به همه روی جهان میارزه ای آچه جان تمام شب دار بودی در حسرت فرزندات چشمی چار بودی آه که میکشی درون میسوختی جانی تو همه خبر درد غمای ای پرتوی نور چرا که پرتافتی مرا رفتی سفری دور و دراز پیشی خدا با هر حرفی قرآن دعا گویتی منزلت مبارک پناهت بر خدا قرآن را همراه شفاعت گرود مصطفی مادر بناز بخواب منزل مبارکت مادر بناز بخواب منزل مبارکت سیپاره قرآن بچه همراه ای مادر منزل مبارکت منزل مبارکت رفته سفری دور و دراز پیش خدا ای مادر منزل مبارکت منزل مبارکت هم طاعت عبادتات روشنایی
گوری تو شد ای مادر منزل مبارکت منزل مبارکت خیلی سلام علیکم دوستان عزیز، روزی همه شما بخیر شدی باشد. انشالله که همه شما خوب هستین، تنسل هستین. دوستان عزیز، در اینجا بگم که یک اپم خیلی دسترخوانی تاجیکانه تیار کردن، مادرها را جهد کردگیان. در اینجا همه یمی زنای تاجیکی خودمونن، همه کسات بگم شدگیان کم ترگم خیلی سیونکه کردیم. دوستان عزیز، چه خیلی که در اولی نوار دیدیم، خواستیم همین نوار در کانال مانون بگم به حد علام‌آور بود. سرگذشتی گویا همین مادر سرگذشتی مادر مرا خونده است، به حد زیخ شدم دوستان عزیز، برای که در سنی 27 سالگیشون مادر معدن گذشتگیان. بعد بسیاری میپرسن که شما چند ساله؟ نپا اینی حال من 27 ساله‌ام، مادر من در انمی سنی 27 سالگی دنیا گذشتگیان. به حد علام‌آورش در همیه که ما هیچی را دیدگی نیستیم، ندیدیم، نه آغوش گرمی مادر را دیدیم، نه آغوش گرمی پدر بسازی دیدیم. بودیم من خودم 6 ساله بودم، خواهری ای همه میداکی شیرخره بود، یک تایدیش 4 ساله. ای مادر کلان اکم مادر ما ارزو عوض فرزنده کشن ندیده. دوستان عزیز، خداوند جاشون جنت باشه. نکی ما حرکت نکنیم که سلامتی مون احتیاط کنیم، بلای سر فرزنده کمون صحت سلامت باشیم که در آینده ارزو عوض فرزنده کمون بینیم. حاضر بگیم خودم در سن 27 سالگی هستم، فرزندای ما احتیاج در ما دارن، حاضر به حد خوردن بگیم یگان کار ای دستشون نمیه، اینی بگیم خوردن و گشتن کودکای نکی ما ندیدیم. هم خیلی در خورسالی بگیم که نه آغوشی گرمی مادر دیدیم، نه آغوشی گرمی پدر دیدیم بسازی. خیلی دنیا همین بوده دوستان عزیز. بازگشت هر یک بنده نزد پروردگار علام‌آورش همیه که وقتی خودت مادر میشوی، در وقتی خودت مادر شدن مادر در بر نیست، مادر نداری همه خیلی علامت میکنه. همین ویدیو را من بگهی تماشا کردم، دیگر صبر کردن نتونستم، به حد علام‌آور بود. خیلی شکرانه زندگی آبادمون، شکرانه فرزندای سالیمون. خداوند دعا میکنیم که همیشه در بالای سر فرزندامون همه ما مادران صحت سلامت باشیم. دوستان عزیز، رایون رفتیم، به حد بود هوا خنک 18 گرادوس، نکی هم خیلی بیرن هم خیلی افتاوی خوش روکه بیرن، به حد خنکه. هزار رحمت کلام به هر یک شما برای دستگیریاتون، برای سخنهای نیکتون. خداوند از هر یک شما راضی باشد. دوستان عزیز که ما را دستگیری میکنین، انشالله که با ویدیوی نو میشود فضا در ویدیو آینده. کمتر کاری داکومنتی داشتیم، خیلی پیش ای سال نو باید میسپاریدیم، خیلی اومدیم خیلی کارمون برار گرفت. راستی داخلکی ها نمیفوره دیگه، یگان مگزین ها بدروی اما خیلی کارمون بود کردیم. کودک میده کتی دیگه گشتم نمیشه در میدان، به حد هوایم خنک. یک دو میده چایده هم خیلی در کار بود، میدرویم از میگیریم، بعد نصیب باشه طرف های خونه. بچه هم کتی دخترم خیلی اساس شدنن، نیکی همی بی حنیفه یک تا نیمته هم خیلی چی داره؟ سلفه داره. حاضرم خیلی انشالله که دارو شده دستیم با ساز می شود. کارامون همه شب بود کردیم. بعد چی در کار بود؟ یک دو چی دیگه پیتیارشکا در اومدیم. بعد همه کودک ها حواس کرده همیده بازی میکنیم. افته ایگروشکاش کم موندگی افته مکه میتونن. کتیمون امراه داشتیم، امراه من 30 روبل ده بازی کرد، کودک های ما 20 روبل ده. خیلی میبرداره و میغلطه.
بگم که بانکروت شدم یگان تا برد نکردم کودکو. بعد دوستانی عزیز یکم باره که من چکه خو میکنم اینم خیلی تواروگوی پچکگی نم خیلی خو میکنم خیلی ملایم تره کایده. اینم خیلی دوستانی عزیز اگه نصیب باشه خونه رفتستیم. همی برآمدگی ما نمیدونم با کی میبرویم چند قدر بگیم که در خنکی رایونم چند قدر یک بار اومده استیم. خیلی شوهر میویه و ما خدمتی کودکو در چند قدر یک بار میام اینا قریب 2 هفته زیاد شده بود که طرفای رایون اومدگی نبودم. برای کودکا را باشم خیلی پدرکه دادن اجای کار شوهرم بیبی حنیفه را بینین صاحب شده 6 تا پدرکا را که کشویم سرازه کرده اشکالات بینه کشوده تین میگه. اینم خیلی پدرکا بگیم دروناش پری قند و شکلات. بری باشه دوستانی عزیز خیلی برفی مایده زده است بود هوای قشلاقان بگیم به حد خنک همه در درنای خانه شتگی همه اعتراضه یکی نگاه میکنیم. همه خیلی همسایه های نهی پیش خانه در که سرای دارن پیش گاو و مالاشون میان چیسته بگیم قشلاقای بهار شوه ایجا خشرو میشه هم خیلی بلندی سیان ککنی به حد خشروه نصیب باشه با بهار شوه با هر تماشا میریم هم طرف های قشلاق ایجا بگیم ما آمدیم دیگه خلکی بودی جو هم رفته نتونستیم بگیم هم قشلاق را نگشتیم. نصیب باشه میگردیم در گرمی اگر همیجا باشیم نرویم تاجیکستان. کم ترک جگاری خریده بودم یعنی 1 کیلو کودکا در مخالف پادکارم کدیستم در درونی همی نمیدونم خیلی با تیار کدگی نیستم با ای اپره خیلی تاجیکستان میکردیم در دیگ میکردیم در علو. بعد نمیدونم همی وقتی جگاری انداختی همراهش نمک میندازی یا که بعدی خیلی تیار شدنش نمک میکنیم در درونی ای چی انداختم شکلات مایده کرده انداختم نمیدونم چه میشود. باز بینین در آخر چه شیرگی شکلات ها سیاه در می پادکارما سیاه میتوه. اینم خیلی دوستانی عزیز برای کودکا خوردن کودکا که ای بزرگ خوردگیان شیرینه همه خیلی نغز میبیننده شورتاقه که نغز نمیبینن نمک داره. بعد گفتیم بیا خیلی شکلات مایده کرده اندازم همی چخه میشیده باشه نبینیم یا خیلیش سیاه اومدگی تناش شکلات داره. اینم خیلی تیار شد بینید شکلات انداختم نمیدونم چی باید خیلی شد کمک شیرینه برای بگه باشه کم تراغن میخواه دانه شوربو انداختم به هر دانه شوربو را من نغز میبینم چند قدر بار تیار میکنم کودکارم خوش رو میخورن. بگم لوبی و نخود خیلی تر کردگی نداشتم. بعد میوه ماش و گراخ و برنج در اوگ میجوشه تیار میشه گفته هم خیلی انداختم. رحمت کلان دوستان عزیز به هر یک شما برای دستگیریاتون برای سخنهای نیکتون خداوند از هر یکی ما و شما راضی باشد تا ویدیوی آینده در پناه الله مهربان باشه. خیر دوستان عزیز أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور